جاده گیر کرده بودیم تا صبح. نگاه اینم صبح هنوز تو جاده ایم. حسین اکرمی الان ماما میگه حسین اکرمی کیه تو یک سر اسمش میگه. اگه از راهداری نبود هنوز تو جاده بودیم حسین. نگاه راهداری جلو میره ما هم پشت سرش. شیر و نمک حرکت همه موندن ها. راست میگی همه موندن. سیاه هم نمجه دیگه نه الان پشت جلوی سایپا اینانیه. نه این هم چیزیه گاو و نگاه گاویه به خدا. میبینه سوره یه هایی میگیره جلوی اینو. چرا اینجوری میکنه؟ اینا همه موندن ها. چشم 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 چشم. اگه ما اونجا هم رد میکردیم می آمدیم همینجا میموندیم خاطر. این هم نبده که رد شد. همین باز شد ما گیر کنیم دیگه. سرعتمون رو کم کردیم. سرعتمون رو کم کردیم الان اینجا موندیم. خود دید زن و بچه تو ماشین هست. هوا کامل روشن شده ولی کار نداره. ساعت ساعت 10 بود حرکت کردیم. این هم 6 یعنی چند ساعت؟ 10 14 15 16 6 ساعت تو جاده. جاده 3 ساعته 6 ساعت یعنی 2 برابر. تازه نرسیدیم. هنوز تازه هم نرسیدیم وسط حداقل 2 ساعت راه مونده. یعنی منابا درت سبقت حالا نه ایسی کم ثانی والا عادی اینا گیر کرده دارن حالا شنمه که پاشیدن جب گرفته دارن سبقت میگیرن. همین در شده.